والجهاد جهاد مثلا معروف يعني چه جهاد کی یعنی چه جهاد طبعا یعنی چی میشد یعنی ها یعنی همیننده وقتی که شیعه ها علی رضی الله تعالی عنه تفضیل میکند میگوید برای که علی چی بود یعنی شجاع بود جنگاور بود کدا و کدا میگوید. ابن حزم میگوید که جهاد سه خیل میشد جهاد چند خیل میشد سه خیل میشد میگوید جهاد جهاد چند خیل میشد سه خیل میشد یکمش جهاد اکبر و جاهدهم به جهادا کبیرا یعنی این آیت به اتفاق مفسرها مکه به نازل شد یعنی به همون قرآن و با بیان چه جهاد کبیر کن جهاد اکبر جهاد عظیم کن و معروف که به تمام مثلا علمای تاریخ میگن که مکه به چه جهاد سلاح نبود یعنی معنیش چی بود است جهاد اکبر جهاد عظیم ترین جهاد چه قرآن سنت دعوت کردن فهمید مکه به میگوید اساسی به این جهاد که مشغول بود رسول صلی الله علیه و سلم بعد رسول صلی الله علیه و سلم که ابو بکر و عمر علی آینده مایده بود آینده یعنی از همین 10 مبشر ها هستن که 10 مبشر های ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص و سنه ابو عبیده و سنه سعید ابن زید از همین ها 7 نفرشون به سبب اسلامشون کی شد ابو بکر شد یعنی جهاد اکبر کی کرد ابو بکر دویم جهاد تخطیط میگه نقشه کشیدن سرش کردن بعد رنده میگه همراه رسول صلی الله علیه و سلم اینجا به کی اشراف میکرد ابو بکر خب سیمش جهاد عام این به همه چی اشتراک کرده فهمید یعنی معنیش جهاد سلاح که جابت شدگی مدینه